мардуми тоҷикистон ва ҷавонмардони ғайюру далери он зери парчам рамзи давлатдории тоҷикон таҳти роҳнамоии эҳёгари миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳам омадаанд. бигзор парчами давлатӣ ҳамчун рамзи ифтихору сарбаландӣ, нангу номус ва сарҷамии миллат дар фазои осудаву ороми кишварамон то абад парафшон ва илҳомбахши раванди созандагию рушди ватани азизамон Тоҷикистон бошад. ҳар сол санаи 24 ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо як шукӯҳу ҷалоли хоса ифтихор аз давлати соҳибистиқлол таҷлил мешавад. дар шаҳри бостонии Панҷакен ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарон, коргарон, мутахассисон, ҳайати роҳбарии муассисаҳои таълимӣ ва шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакен роҳпаймоии идона баргузор гардид. иштирокчиёни он аз гардишгоҳи назди майдони Диваштич то пояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар майдони ба номи Исмоил Сомонӣ маркази шаҳр роҳпаймоии идонаро бо баландбардоштани парчамҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, аксҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, шиору овизаҳои идона анҷом доданд. بنقشی وطن پیرهن از خویشتنم نیست، بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست. من وارث جمشیدم و فرزندی تهمتن، عاریتی بگانه سزاواری تنم نیست. این اطلسی ابریشمی ما اطلسی دنیاست، نوری نظری مادری دلسوز هویداست. در نسخه خورشید نگارینه گلبر، خطلان و حصار هست به هم سلسله پیوند. از مهری وطن هست متاعی دل و جانم، من سر به تگی پرچمی بیگانه نمانم، من سر به تگی پرچمی بیگانه نمانم. با مظهر آزادی 30 ساله ملت، چون کوهی سرافرازم و منظور جهانم، چون کوهی سرافرازم و منظوری جهانم.
پرچمی بیگانه نمانم من سر به تگی پرچمی بیگانه نمانم با مظهر آزادی 30 ساله ملت چون کوهی سرافرازم و منظور جهانم چون کوهی سرافرازم و منظوری جهانم این تاقی تاجیکی من تاجیکیانیست پیراهنی تاجیکی من صنعتی مانیست با جامعه ملی همه جا پرچمی ملی در صورت و در سیرت من خش نشانیست فیروزه و لعل از همه تاجی بدخشی چون موجه وحش از همه ادرسی وحشی با نوری سعادت اثری طالعی روشن چون کوکب اقبال بگردون بدرخشی خوردم قسم سخت به این به قصبی خش زیرا که عزیز است چون آمون عصبی خش بینگر به بهاران که چو پیرانی مدارا این جامه ببر میکندن قله خارا به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست من وارثی جمشیدم و فرزندی تهمتن آریت بگانه سزاواری تنم نیست از مهری وطن هست متاعی دل و جانم آسوده در این پیرهنم روح و روانم آسوده در این پیرهنم روح و روانم با مظهر آزادی 30 ساله ملت چون کوهی سرافرازم و منظور جهانم چون کوهی سرافرازم و منظوری در جریان این راهپیمایی باری دیگر ما احساس نمودیم که مردم شهر و دیهات پنجکین از دولت صاحب استقلال خویش خاصه از پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان افتخار دارند و همیشه آرزوی آن را دارند که بگذار پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه پرافشان باد. پس از به پایان رسیدن راهپیمایی اشتراکیان آن و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر پنجکین در پایه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در یک جمامد با شکوه ایدانه شرکت ورزیدند. در آغاز این جمامد ایدانه سرود ملی جمهوری تاجیکستان طنین انداز شد. سپس در این جمامد با شکوه ایدانه نخست معاون رئیس ولایت سوخت سهیری قربانزاده با توجه حاضرین پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده را با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ارائه نمود. در پیام شادباشی رئیس ولایت مخصوص تاکید شده است که محض به شرافت صاحب استقلالی ابتکارات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 در اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که دوام این سالها همچون رمز دولت صاحب استقلال
توجیکان در پیشتاق بیناهای دولتی، نمایندگی‌های دیپلماتی، سفارتخانه‌ها و دیگر تشکیلات و کارخانه‌ها پرافشانی می‌کند و برای هر یک نماینده تاجیکستان عزیز ما پرچم دولتی به معنای تام افتخاری بزرگ است. سهیل قربانزاده مردم شریف شهر باستانی پنجکن را بار دیگر از نام رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده به افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفت و تاکید کرد که مردم شریف ولایت سوق شهر باستانی پنجکن و تاجیکستان عزیز روز پرچم دولتی را همچون یک روز مقدس تجلیل می نمایند و من امید میکنم که نسل‌های جوان از این پرچم همیشه افتخار می نمایند. در جمامت تانتنوی ایدانه رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر تاکید نمود که ما باید از پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه افتخار نماییم و سرفراز باشیم، زیرا محض پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان شناسنامه دولت و ملت ما در سراسر جهان می باشد. مردم شریف شهر و دیهات پنجکن این جشنواره فرخنده را با آمادگی همه طرفه تجلیل می نمایند، زیرا برای هر یک ساکن دیار باستانی ما چون مردم شریف تاجیکستانی عزیز و ولایت سوق پرچم رمز مقدس به شمار می رود و ما همیشه این رمز دولتداری خویش را حفظ می نماییم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش مردم شریف شهر و دیهات پنجکن ولایت سوق و جمهوری تاجیکستان را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفت و اطمینان داد که ما باید در پرتو این پرچم خویش برای آینده کشور عزیزمان تطبیق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و استقبال سزاوار جشنواره فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازیم. در جریان این چاره‌بینی‌های ادانه گروه خبرنگاری ما با چند نفر شهروندان همصحبت شده اندیشه‌های خویش را بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از آنها پرسان شدند. من شیرینشاه نوراللهیف مدیر شعبه رشد اجتماعی رابطه با جامعه دستگاه رای شهر هستم. از مهر وطن هست متاع دل و جانم، سر در قدم پرچم بیگانه نمانم. شکر فضای آرام و آسوده کشور، شکر تنتنه‌های جشن استقلال که امروز در سر تا سر جمهوری محبوبمان تاجیکستان عزیز یکی از جشن‌های بزرگ ملی روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل گشته شده است که امروز طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن در شهر پنجکن بخشیده به روز پرچم دولتی راهپیمایی ایدانه برگزار شد که در راهپیمایی زیاده از 15,000 ساکنان کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. واقعا پرچم رمز افتخاریت، پرچم رمز مستقلیت و پرچم رمز یگانگی ملت تاجیک را در عرصه بین الملل انعکاس می‌کند. برای ما جوانان احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی و دولتی، مقدسات ملی از قبیل پرچم این وظیفه و ایمانی و جانی هر یکی ما جوانان با غیور و ثابت قدم این دیار است و خوشبختانه امروز در زیر سیاست عارفانه و عاقلانه و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در قلمرو تاجیکستان صلح و فضای متنتن حکم فرماست که این نشانه صاحب دولتی ملت تاجیک در عرصه بین الملل انعکاس کرده می شود. در همین راستا در انجام سخن می خواهم که کل ساکنان سربلند شهر و دیهات پنجکن را با فرارسی روز پرچم ملی
تبریک نمایم و از درگاه خداوند به هر یک خانواده تاجیک و تاجیکستانی اقبال بلند و به تاجیکستان صاحب استقلالمان صلح و صلاح جاویدانه را آرزو میکنم. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان خجسته بود. بنده دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانی عمر رقم 28 دهه ساری جماعت دیهاتی ماقیان می باشم. خوشبختانه امروز ما در جشن اشتراک داریم که جشن پرچم ملی جمهوری تاجیکستان می باشد. از این رو همه ساکنان جمهوری و بیرون از آن را به مناسبت پرچم ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نموده و آنها بخت روزگار نیک، خوش و خرسندی، خوشی های حیات را تمنا می نمایم. همه ساله روز 24 نوامبر همچون روز رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان که یکی از آن رمزهای دولتی روز پرچم می باشد جشن گرفته می شود. پرچم امروز رمز دولتداری، رمز یکدلی، رمز متحدی ما و شما به شما می رود. پرچم بگذار در فضای صلح و ثبات کبوتر صلح پرواز صلح تاجیکستان همیشه پرافشان باشد. من همچون معاون دیرکتور عاید به کارهای تربیت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 کار و فعالیت کرده از آن رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان مخصوصا پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت افتخار میکنیم که ما در کار و فعالیت خود همه روزه از سخنان پیشوای معظم ملت استفاده برده صرفه کار خود داریم. من بابای و محبت خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر پنجکن به نام ابوالقاسم فردوسی شهر پنجکن امروز تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان را با روز پرچم تبریک و تهنیت‌باد گفته منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما شهروندان جمهوری تاجیکستان چنین وطن آرام و آسوده را پیشکش کردند. بار دیگر روز پرچم مبارک باد همدیاران عزیز. پرچم ما خود سری بالای ملت گشته است، قدرت آزادگان را افج همت گشته است. همه همدیاران عزیز را با عید پرچم جمهوری تاجیکستان مبارک باد میگویم. چیست پرچم؟ افتخار ملت است. چیست پرچم؟ اقتدار ملت است. جز پرچم نیست تاجیک را نشان. چیست پرچم؟ احترام ملت است. روز 24 نوامبر در تمام گوشه کنار مملکت عزیزمان روز پرچم ملی جشن گرفته شود. من از فرصت مناسب استفاده برده امروز که در شهر پنجکن همین عید بزرگ جشن گرفته شده از نام تمام جنگاوران اینترنشنالیست شهر پنجکن همه مردم تاجیکستان را از صمیم قلب تبریک و مبارکباد گفته به همه تن صحت خاطر جمع آسمان بیغبار و در زیر پرچم جمهوری تاجیکستان زیر راهنمایی جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام رحمان کار و فعالیت نماییم. عیدتان مبارک همدیاران عزیز. همدیاران عزیز از فرصت مناسب استفاده برده همه شما را به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد گفته به همه شما تنصیحاتی خواهانیم. پرچم این رمز اقبال بلند، صاحب استقلالی دولت، یک سربلندی، سرسبزی کشور را انعکاس میکند که ما افتخار داریم و با پرچم همیشه برای به سوی کامیابی ها و مظفریت ها روان هستیم. در پایان این چاره‌بینی ایدانه به افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اهل فرهنگ و هنری شهر باستانی پنجکن برنامه رنگارنگ ایدانه نمایش داده شد. سعادتی تو پرتوی محبتی و دستی زادگان خود تو نصرتی صداقتی
وطن با دل شجاعتی وطن با سوی تو همیشه است مرا عبادتی وطن چو رمزی زرفی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشان بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان چو رمزی تختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشان بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان با زیر پرتوی تو ما کشیم صف کشیم صف توی تو ننگ و نامی ما توی شرف توی شرف تو از 1000 ساله ها زیکاویان نشانه ای نشانی بختی تاجیکان شکوهی جاویدانه ای چو رمزی تختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان چو رمزی تختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان بلند بشارتی وطن با دل شجاعتی وطن با سوی تو همیشه است مرا عبادتی وطن تو از 1000 ساله ها زیکاویان نشانه ای نشانی بختی تاجیکان شکوهی جاویدانه ای چو رمزی تختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان چو رمزی تختی تاجیکان همیشه برفشان بیمان نشانی بختی تاجیکان و دستی جاویدان بیمان با دستی جاویدان پرچم در تاریخ و تمدن ملت کهن بنیاد تاجیک مقام ارزنده را دارا بوده یک جزء مهم تاریخ و فرهنگ ملت تمدن ساز تاجیک به شمار می رود. تاجیکستان کشوری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من مادری جان پروری من
تمامی قله ها بالاترین تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من با دیدن و شنیدن و به زبان آوردن واژه‌های وطن، پرچم، نشان، سرود ملی، زبان دولتی، پرزیدنت مرزو بوم تاجیکستان کس را به اختیار حس میهن‌پرستی و افتخار از وطن و وطنداری فرا میگیرد.
парчами давлатӣ тамоми сокинони кишварро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истиқлолияти миллӣ, ҳифзи дастовардҳои он ва пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ ва саъю талоши пайваста ба хотири ободии сарзамини аҷдодӣ раҳнамун месозад. парчами нангу номи мо
پاره جسم و جان ما، نور و ضیای چشم و دل، پرچم کاویان ما، پرچم ننگ و نام ما، پاره جسم و جان ما، نور و ضیای چشم دل، پرچم کاویان ما. بالکشا رنگی برن، سبز و سفید و لاله رنگ. بالکشا رنگی برن، سبز و سفید و لاله رنگ. تاج و ستاره ها کشن، تاج سرستی ای وطن، جان من هستی ای وطن، مال من هستی ای وطن. مرغی همای تاجیکان، جلوه نما باشیان. مرغی همای تاجیکان، جلوه نما باشیان. پاره دل پاره جان، در تنی نسل آریان. پاره جان، در تن نسل آریان. بالکشا رنگی برن، بالکشا رنگی برن، سبز و سفید و لاله رنگ. تاج و ستاره ها کشن، تاج سرستی ای وطن، جان من هستی ای وطن، مال من هستی ای وطن. مال من هستی ای وطن، تاج سرستی ای وطن، جان من هستی ای وابسته به پرچمبرداری و سایه پرچم بودن دولت‌های ابرقدرت نیاگان ما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید کردند که هنوز در لیوای کوروش کبیر تصویر عقاب که نشانه قدرت و توانایی است نقش گردیده بود.
تکرار تو را روحی بزرگانت مددگار وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من نویده آمده از آل سامان توان یابد صفا این تاجیکستان نویده آمده از آل سامان توان یابد صفا این تاجیکستان مبارک شهریار این حسن شاهی وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من زیهی ای پیشوای ملتی من امان باشی برای ملتی من زیهی فرخنده مردی که به دنیا رسانیدی صدای ملتی من کوی وطنم عطری گلی تر دارد هر کوی وطن زیای مادر دارد شکرانه کنم که تاجیکستانی عزیز سر کرده و پیشوای سرور دارد شکرانه کنم که تاجیکستانی عزیز سر کرده و پیشوای سرور دارد مادر وطن مادر وطن شکر تاجیکستان شکر این وطن مادر وطن مادر وطن شکر تاجیکستان شکر این وطن سروری عاقل و خیرتمندی وطن روزی تو جمله خلق خرسندی وطن مادر وطن از لطف تو خوش روز بود زیرا که توی همیشه فرزندی وطن مادر وطن مادر وطن شکر تاجیکستان شکر این وطن مادر وطن مادر وطن شکر تاجیکستان شکر این وطن
همیشه تاجیکستان باشد، هر کوچه و پس کوچه گل افشان باشد. آباد این مهنی زیبا و جوان، با مهنتی دستی عالی رحمان باشد. مادر وطن، مادر وطن، شکر تاجیکستان، شکر این وطن. مادر وطن، مادر وطن، شکر تاجیکستان، شکر این وطن. شکرانکی پیشوای ملت داره. مادر وطن، مادر وطن، شکر تاجیکستان، شکر این وطن. مادر وطن، مادر وطن، شکر تاجیکستان، شکر این وطن. شکر تاجیکستان، شکر این وطن. وطن زادبومم، وطن مادرم، وطن جوهر جانم و پیکرم. بهشت است ملک خداداد من، نکو تاجیکستان آزاد من. وطن باشه و جان آماده امرو ندایی وطن باشه. بیایی هم وطن تا جان فدایی وطن باشه و جان آماده امرو ندایی وطن باشه. کنارش گرم و راحت باش چون دامانی مادرها، کنارش گرم و راحت باش چون دامانی مادرها. همه فرزندهایی با وفایی وطن باشه. بیایی هم وطن تا جان فدایی وطن باشه. دستی هم از ید گریبان سر برون آره. وطن از ماست ما نیست، از برای این وطن باشه. گرفته دستی هم از ید گریبان سر برون آره. وطن از ماست ما نیست، از برای این وطن باشه. فرزندهایی با وفایی وطن باشه. بیایی هم وطن تا جان فدایی وطن باشه. چنان باید وطن خواهی، چنان باید وطن داری. وطن از ما رضا، ما هم رضای این وطن باشه. چنان باید وطن خواهی، چنان باید وطن داری. وطن از ما رضا، ما هم رضای این وطن باشه. همه
وطن شاهو گدایی این وطن باشه اگر دارای و نداریم لیکن ما وطن داریم فدای این وطن شاهو گدایی این وطن باشه اما فرزندهای با وفایی وطن باشه بیاری هم وطن تا جان فدایی این وطن باشه بیاری هم وطن تا جان فدایی این وطن باشه باعث افتخار است که 30 آگوست سال 2011 در دوشنبه پرچم تاجیکستان در پایه مخصوص برافراخته شد. بلندی آن 165 متر است و بلندترین پایه پرچم دولتی در ممالک جهان می باشد. مکانی سرفرازانی دوشنبه دیاری رات مردانی دوشنبه شبت روشن بود از روز صد بار تو پر از ماهی تابانی دوشنبه شبت روشن بود از روز صد بار تو پر از ماهی تابانی دوشنبه 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 مکانی سرفرازانی دوشنبه
مکانی سرفرازانی دوشنبه 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 دیاری نامدارانی دوشنبه 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 مکانی سرفرازانی دوشنبه 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 نگینی تاجیکستانی دوشنبه نگینی تاجیکستانی دوشنبه نگینی تاجیکستانی دوشنبه چیست پرچم افتخار ملت است چیست پرچم اقتدار ملت است جز پرچم نیست تاجیک را نشان چیست پرچم احترام ملت است ای جلوه‌گر چو سور ای نوری آفتاب پرش بر آسمان چون پرغرور و خواب ای جلوه‌گر چو سور ای نوری آفتاب پرش بر آسمان چون پرغرور و خواب ای پرچمی وطن شادانه دل بزن تو رمز کشوری چون تاج بر سری تو رمز کشوری چون تاج بر سری رنگی سفیدی تو صبحی صفایی ما رنگی سفیدی تو صبحی صفایی ما پرزن بر آسمان ای به بقای ما پرزن بر آسمان ای به بقای ما ای پرچمی وطن شادانه دل بزن تو رمز کشوری چون تاج بر سری تو رمز کشوری چون تاج بر سری از رنگی سرخی تو گلرنگین چمن بادا چو لاله‌زار این دشت و این دمن بادا چو لاله‌زار این دشت و این دمن آن رنگی سبزی تو سرسبزی مکن شن و شکوهی مور این ملک تاجیکان آن رنگی سبزی تو سرسبزی مکن شن و شکوهی مور این ملک تاجیکان ای پرچمی وطن شادانه جیل بزن تو رمز کشوری چون تاج بر سری تو رمز کشوری چون تاج بر سری تو رمز کشوری چون تاج بر سری تاجیکستان از تو من ثروت نمی خواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است
شوخی دوره پرغزیایه فروزان اختری ابجی سمایه با دستی خیشتن با امر رهبر وطن را با زیبا می نمایه با دستی خیشتن با امر رهبر وطن را با زیبا می نمایه دل و لبریز از مهر و وفایه همیشه هم نفس با پیشوایه دل و لبریز از مهر و وفایه همیشه هم نفس با پیشوایه فروغی صبح جان در مکتبی ما صفای بستان در مشربی ما در این دنیای ارمان و محبت فقط صلح و امانی مطلبی ما در این دنیای ارمان و محبت فقط صلح و امانی مطلبی ما دل و لبریز از مهر و وفایه همیشه هم نفس با پیشوایه دل و لبریز از مهر و وفایه همیشه هم نفس با پیشوایه بیا یک جای ما شادی نماییم هزاران شکر آزادی نماییم بیا یک جای ما شادی نماییم هزاران شکر آزادی نماییم با وحدت خانه دل تازه داریم فقط ما یادی آبادی نماییم با وحدت خانه دل تازه داریم فقط ما یادی آبادی نماییم دل و لبریز از مهر و وفاییم همیشه هم نفس با پیشواییم دل و لبریز از مهر و وفاییم همیشه هم نفس با پیشواییم همیشه هم نفس با پیشواییم همیشه هم نفس با پیشواییم باری دیگر تنتنه‌های روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز بگذار پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تا ابد پرتوافشان باشد.